خب دوستان عزیز، اینی کودکه که تماشا کنین بعد گپ سر کنین. باش که همراه دخترک همه گپ بزنیم. سلام. نام چیست؟ اسما. اسما جان. بیا این طرف بیا کمه. بیا اینجا جان نالاش. آفرین. اینجا بیا. اسما جان میبینید چقدر مقبولک هست. مکتب میخونی؟ صنف چند؟ صنف 3. صنف 3. اینمی قریه تان چی نام داره؟ مزار شریف. مزار شریف صحیح. اینم اینجا چی نام داره میفهمی؟ دیدادی. دیدادی است؟ آفرین. شیرآباد دیدادی. در کدام مکتب هستی؟ وقتی که مکتب خلاص کردی بخیر باز میخوای چیکاره شوی؟ میخوای دکتر شوی یا معلم؟ معلم میخوای شوی. معلم چی؟ معلم داری؟ آفرین. یک شعر یاد داری برام بخوری؟ بخوان. گل به گلستانم لاله به بستانم سیب بهی آلو بلو من نزدرم زرد بچه خوب تمیزم که رفته پشت منیز میوان خونشته که روش مگست اول بشی به دقت بدم بخور بلسه. آفرین تاس. آفرین تاس. نامه که چی بود گفتی؟ اسما جان. بخیر معلم شوی. صحیح؟ معلم دری شوی باز. شاگردای تلاحت نمی کنی؟ ها؟ شاگردای تلاحت نکنی مقصد. برو خدا. این کودکک تاجیک است. تاجیک افغانستان. این دخترک مایدهک تاجیک افغانستان است. میفهمین چی گفتم اون دخترک؟ گفت که من میخواهم معلمه زبان دری بشم. صنف 3 میخوانم در یک کشور جنگ زده. آیا امروز ما نفرانی داریم که در همین صنف‌ها در جوانان ما نه دختران ما که حداقل عقلشون به همین چیز برسه؟ امروز من با بسیاری ها صحبت میکنم صنف 11 تمام کردن نمیدونن که چی میخوام بشم در زندگی. همه روسیه رفتم، منم روسیه میرم. ریاست کور با زنان و عائله در ولایت ختلان در شهر کلاب رید برگزار نموده زنان و دخترانی که به گفته مقامات لباسهای خاصی ملی نداشتند کارهای فهماندهی گذراندند. بنابر اطلاع دفتر مطبوعات ولایت ختلان این رید در بازار سخاوت شهر کلاب دایر شده است. در دایره آن کارمندان ریاست کار با زنان و عائله 48 نفر دختران و زنان را آشکار کردند که با لباسی به گفته مقامات بیگانه به بر کرده بودند. مقامات معمولا سطر و حجاب و لباس از متاهای سیاه را در گذشته به فرهنگ ملی تاجیکان بیگانه خوانده بودند. در زمانی که حکومتدارای ما بر ضد حجاب مبارزه میبرند نمیفهمم مردم دعوت میکنن که شما این طور حجاب بپوشین او طور حجاب بپوشین. مکتب خانه‌های افغانستان از آن جمله زنهای افغانستان که در یک کشور جنگ زده هستند در فکر علم طلب کردن هستند و میدونن کی میخوام بشن با همون حجاب. سلام بر شما خواهر. صبحتان بخیر. نامتون چیست؟ سلام. نام من رئیس است. متعلم صنف 10 لیسه نسوان سالنگ میباشم. بسیار خوب. تا صنف 10 که آمدی اینجا درس میکنی کی زیاد کمکت کرده در خانواده؟ در خانواده زیادتر پدر مادرم و همه فامیل مرا کمک کرد. برادرت کمکت نکرد؟ کردم. خب تشکر. وقت 2 سال بعد بخیر فارغ میشی از مکتب وارد کانکور میشی انتخابت چی خواهد بود؟ من از خردترکی تا به حال خوش دارم که دکتر شم و تو معالجه را انتخاب میکنم. لیاقتت خوب است؟ اعتماد به نفس زیاد دارم. اعتماد به نفس زیاد که داری کوشش بکن در پولی ازی که درس میخوانی یک کمک معلومات آفاقی تا اضافه بکنی. اگر بتونی به کورس ها مراجعه بکنی و یا از بعض سیدیای آموزش مضامین ساینسی استفاده بکنی میتونی را پیدا بکنی. اگر تنها به مکتب اکتفا کنی مشکل است. پس تصمیم دارم که در آینده صنف بعد بخیر کورس بخوام آمادگی کنم. آفرین. موفق باشی. تشکر. خودت بیا این طرف که اینال امرای زناگه بزنیم. چریشم بی آجا آره. سلام. صبحتان بخیر. خود معرفی کنین. با عرض سلام. فاطمه سعیدی هستم. یک تن از متعلمین مکتب لیسه نسوان سالنگ. بسیار خوب فاطمه جان. خانواده چطور حاضر شد خودت اجازه بده بیایی مکتب بخونی در حالی که در سالنگ و در بعض قشلاق‌های دیگه یا ولسوالی‌های دور افتاده افغانستان خانواده اجازه نمیده بر دختران خود که درس بخونن؟ با خاطر از اینکه خانواده ما آگاست و نظر به دین مقدس اسلام که راهنمود کرده از مردم که باید علم بیاموزن، به می خاطر مرا گفتن که باید تو درس بخونی و تحصیلات خود پیش ببری. یعنی اجازه فوق العاده داری؟ اجازه فوق العاده دارم. کی زیاد کمکت میکنه در خانواده؟ پدرم. اقسم وقتی که یک تعداد به این باور هستند که در اطراف مشکل است که دخترها برن درس بخونن یا دخترها برن کار بکنن، این گپا در سالنگ هم است؟ یعنی مزاحمت بر دخترها است؟
مزاحمت خب فعلا بعضا که ذهنیتشان پایین از خواه است، اما بعضا که سطح آگاهیشان بلند است نه خیر. برای زنان بیشتر احترام دارن، برای دخترها ارزش قائل هستن. پس وقت دخترها خودشان خوب باشن دیگران کوشش میکنه کمکش بکنه و احترامشان داشته باشه. بله این قسم است. بسیار خوب. برای دخترایی که مثل خودت است چه پیام داری؟ پیام می است که درس بخوانند، تحصیل کنند و کوشش کنند که بار دوش جامعه نباشند. تشکر، موفق باشی. اما نگفتی که چیکاره میخوای شوی؟ من میخوایم طب بخوانم، دکتر شوم. شاید اینجا دکتر شد شو. مرض نخواد بود. اما قسم. تشکر. خوب، این نوارا که تماشا کردین دیدین که چطور یک مکتبخوان افغان، یک تاجیک افغانستان، یک دخترک چطور خوب صحبت میکنه. شما دیدین چند وقت پیش یک حافظه تاجیک صحبت میکرد، یک آوازخوان زن صحبت میکرد. اینی را تماشا کنین. نوع برنامه چی هست؟ بامداد خوش. بامداد خوش. خب همین کامرا را نگاه کنم. پیام برای همه تماشابینان طلوع به همه از یک دقیقه. تمنیات من به همه تماشابینان طلوع آن است که به همه شما همه وقت زین از یک دقیقه. همین سخن ما کم تربیت دارم ده. تمنیات من به همه شما تماشابینان طلوع، به همه تماشابینان برنامه بامداد خوش. بامداد خوش، به همه شما باز داریم. خیره. اینجا کات میکنه از دامش گپ زنم، از دامش گپ زنم. خیره. خوشی های زندگی رو چی باشه؟ کوتاه بگوین. ندیم. از یه دقیقه ماز بکنم چی گپ زنم؟ خوشی های زندگی رو و خیره خوشبختی رو، خوشی های زندگی رو به هم. امروز پگاه ما خیلی دور میشیم از پیشرفت. میدونین دوستانی عزیز به خاطر چی من صحبت میکنم؟ چون علم آور است وقتی که در یک جامعه علم را فراموش میکنند. کشور همسایه ما امروز فردا از ما پیشرفت است. افغانستان از ما پیشرفت است. افغانستان از ما پیشرفت است بدون شوخی. یک کشوری که نمیفهمم 25 سال شد که جنگ تمام شده است، اما هیچ نیکی حتی یک کارخانه بزرگی بسازه که حداقل 5000 تاجیک کار کنند. چه کارخانه ای که بدن اونا را از کار مانده. من میترسم از اون روزی که تاجیکای تاجیکستان باز هم دست دراز میکنن به کمک تاجیکای افغانستان که ما را یاردم کنین که ما هیچ پیشرفت نمیکنیم. بیاین به یک جایگی بر ضد ستم، بر ضد بی علمی مبارزه ببریم. بیایم به هر یک تاجیک دیدیمش دوستمان میداره، بعدمان میگه نمیفهمم، دوستمان نمیداره، یک بار در گوشش برسانیم که علم برایت فرض است. چون اگر میخواهی که زندگی با تو خوب باشد، تو با علم خوب باش. و نفرانی که میخواهین دشنام بکنین در اینجا به خاطر دشنام داخل شدین، خواهش میکنم وقت خودتان را صرف نکنین. من میخواهم مردم به علم دعوت بکنم. هر کس که شنوید مرحبا، هر کس که نشنوید خداوند هدایتش کند. خداحافظ دوستان عزیز، در امان الله باشین.